اگه میخوای یه همچین کارتایی برای خدمات درست بکنی تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام، من علی موحدی فر هستم از آکادمی ایو و توی این قسمت از آموزش قصدم به شما یاد بدم که چطوری میشه دکمه مشاهده بیشتر و مشاهده کمتر رو به انتهای کارتای خدماتیتون توی وبسایتتون اضافه بکنید. خب برای انجام این کار از اونجایی که من قراره که 4 تا کارت خدمات داشته باشم، یک در واقع ساختار 4 تایی انتخاب میکنم، یه کانتینر 4 تایی انتخاب میکنم و حالا یه کارتشو میرم واسه یه طراحی. خب قصدی که دارم اینه که کارتامو مشکی بکنم و حالا بیام یه آیکون بهشون اضافه بکنم، یه آیکونی که حالا میتونه نماد خدمات من باشه دیگه. مثلا همین ستاره رو میشه گذاشت، بعد حالت انباشته میشه گذاشتش، یه رنگی که حالا مثلا یه رنگ سبز مثلا شاید بشه واسش گذاشت و رنگ داخلش هم شاید بشه مشکی کرد، نه همون رنگ سفید خوبه. اینجا من می نویسم وایت. خب اندازش از اینجا میشه انتخاب کرد و حالا اون حالت راستشی میکنیم. برای قسمت بعدی برای عنوان خدماتیمون یه تیتر لازمه. مثلا من اینجا طراحی وبسایت رو انتخاب میکنم و اینجا اندازش رو 17 پیکسل 19 پیکسل میذارم و یکم ضخامتش رو بیشتر میکنم و از قسمت استایل رنگش رو روی سفید قرار میدم. قسمت بعد اون متنی که قراره ما داشته باشیم، یعنی اون روی حالت اون مشاهده کمتر هستش. مثلا من این متن رو انتخاب میکنم و رنگش رو با سفید میذارم و این سری از قسمت RGB مثلا شادو یه کمی اون مقدار پررنگی شد کم میکنم که مثلا اینجوری قشنگتر بشه. بعد اونو یه داپلیکیت میگیرم. خب یه داپلیکیت میگیرم و یه کمی فاصله شو کم میکنم با بالایی. میتونم بیام اینجا از قسمت کانتینر و اینو کلا فاصله ردیف رو 0 بکنیم. اینجا یه کمی این منطقی شد. حالا اینو میتونم یکم منفی بدم از بالا که به نظر برسه که ادامه اون جمله هستش. حالا میتونم یه دکمه مشاهده بیشتر اضافه بکنم. یه المان دکمه میذارم و رنگش رو شبیه رنگ این آیکونه میکنم. مثلا از قسمت استایل اینو اگر که رو حالت ترانسپرنس قرار بدیم بدون رنگ میشه. رنگش رو هم اینجا میتونم انتخاب بکنم و متنش رو میذارم مشاهده بیشتر. حالا فاصله داخلی یا همون پدینگش هم 0 میکنم که تراز بشه نوشتم. از قسمت پیشرفته یک EM فاصله داخلی میدم و از قسمت استایل هم میتونم یه حاشیه بهش بدم، مثلا 10 پیکسل بهش حاشیه بدم. خب تقریبا میشه گفت این تموم شد. حالا یه دکمه دیگه اضافه میکنم اینجا به اسم مشاهده کمتر. مثلا اینجا مشاهده کمتر و اینجا هم
پدینگش که کمه. مشاهده بیشتر رو میشه یه آیکون هم بهش اضافه کرد، مثلا یه آیکون بالا، مثلا یه آیکون آپ بهش بشه اضافه کرد و مشاهده کمتر هم جا داد، اینجا بهش اضافه کرد. خب حالا میرسه به این تایمی که چجوری میشه این کار کرد، این مشاهده بیشتر و کمتر رو اضافه کرد. اینجا من یه تیکه کد برای شما آماده کردم که این کدا رو توی انتهای ویدیو توی قسمت کامنت ها براتون حتما کپی میکنم. اینجا اولین کلاسی که باید بدیم کلاس سرویس کارت رو باید بدیم به این کارتی که در واقع این کانتینری که طراحی کردین. اینجا قسمت دیتیل اریا مرتبط با اون قسمتیه که قرار هاید بشه، یعنی این کلاس رو بهش میدین. قسمت رید مور که در واقع دکمه مشاهده بیشتر هستش که از قسمت پیشرفته میتونین اینجا یک کلاس CSS بهش بدین و قسمت رید لس هم به اون مشاهده کمتر میدین. حالا یه کانتنت هاید هم داریم که اینجا میشه به مشاهده دوباره اینو بعد اینو یه اسپیس میزنین و یه کلاس دیگه هم بهش اضافه میکنین به اون متنی که میخواید دوباره اضافه بشه، همون دیتیل اریا، دوباره یه اسپیس میزنید و اون کلاس رو کپی میکنید. حالا یه المان HTML قرار میدین هر جای سایتتون، توی بدنه سایتتون میتونید اینو بذارید و اون اسکریپتی که هستش رو کپی میکنید واسه این قسمت. حالا من مجددا این کانتینرهای اضافه رو حذف میکنم و برای اینکه مجددا روی همشون کلاس گذاری رو انجام ندم چیکار میکنم؟ میام و کپیشون میکنم. اینا چسبیدم به هم دیگه از قسمت کانتینر. اینجا اول اینکه ترازش رو میذاریم روی بالا، بعدش اینجا میتونیم یه فاصله‌ای به ستون هامون بدیم اینطوری. حالا اینجا میشه طراحی وبسایت، مثلا تولید محتوا رو اضافه کرد و مثلا اینو میشه رنگش رو بنفش کرد و یه مشاهده بیشتر هم داریم اینجا که توی استایل میتونیم رنگ اینم عوض کنیم. البته بذارید اینو من فعلا نذارم که بتونم رنگاشونو همه اصلاح بکنم. اینجا کدشو مجددا میشه عوض کرد، کد رنگیشو. خب اینو میشه گذاشت مثلا پروژه دانشجویی، اینو میشه آبی کرد. از قسمت استایل رنگ این رو هم میتونیم آبی بکنیم و این رو هم مثلا میشه مثلا پشتیبانی گذاشت، پشتیبانی وبسایت، و این رو هم یه رنگ دیگه مثلا شاید بشه این رنگ زرد رو براشون انتخاب کرد، نزدیک به نارنجی. این هم شاید توی تم دارک خوب باشه. حالا مجددا دوباره اون کد رو من میذارم که اعمال بشه این کلاس. حالا میرم سراغ صفحه اصلیم از قسمت اون چشمه و این صفحه جدیدم رو میبینید که دیگه این انجام شده و اون مشاهده کمتر و بیشتر رو میتونید مشاهده بکنید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. منتظر کامنت های قشنگتون هستم.